27 март تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت رئیس حکومت کشور محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. نخست درباره سر وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2025-2026 وزیر رشد اقتصاد و سودا ذوقی زاده گزارش داد. تأکید گردید که مقصد تهیه لایحه معین نمودن سپارش و تدبیرها وابسته به حل مسائل آمادگی ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری به موسم تیرماه و زمستان سالهای 2025-2026 می باشد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان سپارش دادند که برای عملی سازی این هدف نقشه چاره‌بینی‌ها تصدیق و ستاد جمهوری از حساب راهبران اولی وزارت و اداره‌ها برای فعالیت منتظم تأسیس داده شود. دستور داده شد که وزارت و اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی باید بر رفت اجرای نقشه چاره‌بینی‌ها در مهلت‌های مقرر شده معلومات پیشنهاد نمایند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان از استفاده غیر ثمرانک نیروی برق و تلفات از معیار زیادی آن در موسم تیرماه و زمستان سالهای 2024-2025 اظهار نگرانی کرده برای برطرف نمودن کمبودی‌های جدی موجوده و پیشگیری چنین حالت‌ها به مسئولین سپارش‌های مشخص دادند. تأکید گردید که برای استفاده غیرقانونی نیروی برق و نپرداختن مبلغ آن حتی جوابگری جنایتی معین کرده شود. سپس لایحه‌های یک قطار قانون‌های جمهوری تاجیکستان از جمله درباره وارد نمودن علاوه به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، اوید به وارد نمودن تغییر به قانون جمهوری تاجیکستان درباره بی‌خطری صنعتی ابیکت‌های استحصالی خطرناک و اوید به وارد نمودن تغییر و علاوه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره دارو، مال‌های طبی و فعالیت فارماسیوتی معقول دانسته شده برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال گردید. در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه میانه مهلت رشد مقامات گمرک جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2029 و برنامه سالمگردانی برقرارسازی و همگرایی محبوسان برای صادر نمودن جنایت‌های دارای خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی، اشتراک در زده‌خوردهای مسلحانه و نزاع‌های حربی حدود کشورهای خارجی محکوم شده برای سالهای 2025-2029 بررسی شده قرارهای داخلدار قبول کرده شد. اوید به زمین‌های موجوده تقسیمات آنها از روی گروه‌ها، نمودها و استفاده برندگان زمین جمهوری به حالت 1 ینور سال 2025 گزارش شخصان مسئول شنیده شد. در فراورد کار مجلس پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان اوید به اجرای حتمی سری وقتی و با صفت سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان به وزارت و اداره‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها و مقامات محلی حکومت دولتی دستور و سپارش‌های مشخص دادند. سپارش‌ها همچنین اوید به تشکیل سری وقتی و با صفت کشت و کاری بهاری مخصوصاً پخته و کارتوشکا، اجرای سپارش‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی، وسعت سبزکاری و سازندگی در انشاءات جشنی 35 سالگی استقلال دولتی، بخصوص بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی داده شد.